جنایت کشتاری یک خانواده در ناحیه جیهون سربسته میماند و یا تفصیلات پورای آن آشکار شد. چون این سوال گذاشته شد به وزیر امور داخلی تاجیکستان رمضان رحیم زاده. وزیر توضیح داد که در ناحیه مذکور جنایت دهشتباری کشتار رخ داده است که در نتیجه 4 عضو یک خانواده کشته شدند. با گفته او حالا برای صادر نمودن این عمل ننگین 2 متهم در بازداشت قرار دارد و تفتیشات در این سمت همانا ادامه دارد. رحیم زاده در ادامه به خبرنگاران وعده داد که از رفت من بعد تفتیشات آنها را در جریان میگذارد. یادرس میشویم که قبلا پروکرور ولایت ختلان عبدالرحیم رحیم زاده گفته بود تفتیشات ادامه دارد و حالا پورا معین نشده است که کشتار از طرف کی صادر شده است. خبر کشتار 4 عضو یک خانواده در ولایت ختلان در مابین‌های ماه ایون سال روان ساکنان را تکان داده بود. صبح 12 ایون در دهه مهنت آباد ناحیه جیهون همسایه ها شاهد بلند شدن دود از خانه یک ساکن دهه مرد 39 ساله اهلیدین محمدوف شدند. آنها فکر کردند که سوختار سر زده است و به خاموش کردن آن شتافتند، اما حادثه مدهشتر دیگری رخ داده بود. در 2 حجره 4 عضو خانواده به حرکت می‌خوابیدند و آثار خون دیده میشد. دیرتر معلوم گردید که 3 عضو این خانواده در جای حادثه به هلاکت رسیده. خود صاحب خانه پس از نیم ساعت انتقال یافتن به بیمارستان جان از دست داد.